درود و صبح بخیر تابستونه و گرمی خدمت تمام دوستان عزیز. این روزا توی شهر باستانی من عید صحبت انجیر است و انجیر همون میوه خاص قرآنیه و همون میوهی که سهراب سپهری عزیز میگه زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. و اما این انجیر ما ایجیا زمانی که انجیر دیگه رو درختش میرسه بهش میگیم میخوایم بریم ترخوری. حالا بریم انجیر ترخوری و ببینیم کدوم نوع انجیر میشه انجیر ترخوری و کدوم انجیر رو باید انتخاب کنیم برای ترخوری. این انجیر رو ببینید، انجیرایی که دیگه دومشون شل شده باشه که ما ایجیا بهش میگیم انجیر دومشلو. از اون انجیر دومشلو که زمانی که میرسه روی درختش و هنوز اون آب و نم داره و هنوز به سبد خشکبار وارد نشده بهش میگیم انجیر دومشلو. جانم به انجیر دومشلو بهش میگیم انجیر دومشلو. برای ترخوری انجیر دومشلو باید انتخاب کرد. برای تهیه این میوه هم میتونید با من تماس داشته باشید. تا هر کجای این ایران عزیز باشید براتون بفرستم تا بدونید انجیر تر چیه و انجیر خوش چیه. تا یه سلام دیگه، بدرود.